سلام بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. شادی هستم و این جلسه راجع به بازگشت انسان به اصل خودش صحبت میکنیم. انسان داستان شگفت‌انگیز و عجیب و غریبی داره و به عنوان گنج خدا در خانه نورانی وارد این جهان شده. بهش اجازه دادن که 19 سال از این خانه به مسافت کمی دور بشه و بره تو تاریکی و تاریکی های محیط خانه رو بشناسه. انسان رفت تو تاریکی و از تاریکی خوشش اومد و هیچ وقت به سوی خانه خودش بر نگشت و در تاریکی ها در بیرون از خودش دنبال گنج بود. قانون مهم و کاربردی عشق که بعداً راجبش حتما مفصل صحبت میکنیم میگه که قلب انسان، درون انسان مخصوص یک نفره، یا باید خودش باشه یا باید خالقش باشه. نمیشه هم خالق باشه هم من درون خودم رو پر کنم از بت‌های مختلف که ما هم میگیم هم هویت شدگی ها. یه فکری برای من خیلی مهمه، اونو ور میذارم اینجا. یه نظری خیلی برام مهمه، اونو دوباره میذارم اینجا. یه جسمی، یه شخصی، یه پولی، اینها رو ور میدارم و میذارم در مرکزم و بعد در زبان میگم خدایا تو هم باش، تو هم باید باشی. اصلا نمیشه که خدا هم باشه قلبت هم پر از بت باشه. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن، یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان. زشت باشد عروسی را دو شوهر داشتن. ما میگیم که خدایا ببین، من هم تو رو میخوام هم خرما رو میخوام. خب من ذهنی اینا رو به ما یاد داده دیگه. من الان با یه پسری هم هویتم، اونو در مرکزم گذاشتم. من با کنکور هم هویتم، اونو در مرکزم گذاشتم. اینها باشن ولی تو هم باش. قانون عشق میگه که نه، اینجوری نیست. ازدواج زمینی عشقی چی به ما میگه؟ میگه که در ازدواج زمینی عشقی دیالوگ‌ها اینا هستن: تو چی میخوای؟ تو چی دوست داری؟ هر چی تو بگی. یعنی چی؟ یعنی منی وجود نداره بین طرفین. وقتی ما میخوایم به سوی خدا برگردیم، داستان به همین سادگیه. میگه که میخوای به سوی من برگردی، توبه کنی، میخوای از تاریکی برگردی به خانه نور، اشکال نداره. اونجا دم در خودتو بذار، بیا تو. اسم این کار توبه است. توبه مثل بقیه کلمات معنوی مقوله ذهنی نیست که من یاد بگیرم با ذهن بگم آره دیگه من الان دروغ گفتم، از اون توبه کنم تو تاریکی، بعد 2 روز دیگه برم یه جای دیگه، یه تاریکی دیگه، اونجا دروغ بگم. توبه یه انقلاب در درون. باید درک عمیقی از این داشته باشیم. من از چی توبه میکنم؟ از کی توبه میکنم؟ به کجا میخوام برگردم؟ میخوام به سوی خدا برگردم. ببینیم مولانا چی میگه. میگه حیث ما کنتم تولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. خداوند تو رو به عنوان من ذهنی از هر کاری منع کرده، مگر این که صورت خدا رو ببین.
اگر صورت خدا رو ببینی شما درست عمل کردی، شما توبتون درسته. موضوع رو یکم ساده تر کنیم. شما رفتین در تاریکی های بیرون خونه گیر افتادین، حالا میخواین برگردین. نمیشه شما در تاریکی بمونید و برگردید. نمیشه شما در من ذهنی بمونید و بگید من ذهنن بگید یا کلامن بگید که من از این کار توبه کردم. این توبه ذهنیه. این همون توبه‌ایه که من ذهنی تعلیم داده. وقتی شما هر کاری رو بخواید شروع کنید، چه معنوی، چه مادی، چه تاریکی، من ذهنی میاد میگه من بلدم. میخوای راه معنوی بری، اشکال نداره، بیا با هم بریم، من میدونم، من اینقدر کتاب خوندم، اینقدر سواد دارم. ما از اون خانواده هاشیم، تمام خانواده ما، سلسله ما همشون شاعر و عارف و زاهد و اینجوری هن. ما اهل فلان روستا هستیم، تو روستای ما همه معنوی هن، تو بیا با هم بریم. میگه که نمیشه. میخوای کار معنوی بکنی، اول باید من خاموش بشه. اون بیت یادتون هست جلسه اول گفتم که این بیت اینقدر مهمه که ما تا آخر عمرمون باش کار داریم. اگر دوست دارید این بیت رو بنویسید، جلوی چشمتون باشه. بدون این بیت حرکت کنید، در دام من ذهنی میافتید. اون بیت اینه، میگه که جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. اگر بدون تسلیم ما بخوایم کار معنوی انجام بدیم، وارد دام من ذهنی میشیم. شما نمونه های زیادی رو در تاریخ میتونید ببینید و حتی نمونه های زیادی رو هم تو زندگی های خودتون میتونید ببینید. مثلا یه شخصی پدرش 2 سال فوت کرده، الان میخواد مراسم بگیره، تسلیم نمیشه، میخواد با من کار کنه. میره یه رستورانی میگیره، یه تالاری میگیره، آی مردم بیاین ببینید من چقدر عزت و احترام میذارم برای پدرم، فلان تومن 500 میلیون هزینه کردم. تو با پدرت کاری نداری که، تو با خدا کاری نداری که، تو داری من تو بزرگ میکنی، تو تاریکی داری بازی میکنی، به ظن خودت، به فکر خودت داری کار معنوی میکنی. تو اونجایی هر کاری بکنی تاریکه. تو باید برگردی، از این من برگردی. توبه راستین، بازگشت راستین اگر راحت بود خب همه می اومدن که. خودشناسی راستین خب یه مقدار کار میخواد. من باید از خودم عبور کنم، من باید خودم رو انکار کنم، من باید از خودم توبه کنم. این توبه راستینه. یعنی من از اون تاریکی بلند میشم، میگم این من ذهنی دیگه نیستم، میام به این لحظه. و اینو یادتون باشه، این من ذهنی چطور عمل میکنه ها. ما چندین سال از چشم برای ندیدن، از گوش برای نشنیدن و از دهان برای سکوت استفاده میکنیم. چون سالها ممکنه چند سالم طول بکشه. این من ذهنیه که در ما میشنوه. وقتی یک نفر به شما توهین میکنه و شما میخواید عکس العمل نشون بدید، اون شنونده درونتون کیه؟ وقتی شما یه خانومی رو در بیرون میبینید و قضاوتش میکنید، حالا به خاطر پوششش، حالا یا خوب یا بدش، هرچی، اون قضاوت کننده کیه؟ اون بیننده کیه؟ وقتی شما در فرزند خودتون، در همسر خودتون، در پدر و مادری که شما رو به دنیا آوردن، شما ایراد میبینید، این بیننده کیه؟ خب همین من ذهنیه دیگه.
حالا شما بگید میشه من این بیننده، این شنونده و این حرف زننده رو که دائم میخواد حرف بزنه نگه دارم و در زبان بگم خدایا من دروغ گفتم، از این دروغ توبه میکنم. مسلمه که اون دروغ رو 10 بار دیگه من تکرار میکنم. من باید از این منه عبور کنم. در آموزه های خودشناسی بزرگان بارها گفته شده، به خود شما هم ثابت خواهد شد. اینجا با شاخ و برگ کاری نداره، ریشه رو میزنه. ما نمیتونیم در این من ذهنی بمونیم در حالی که از زندگی قطع هستیم بگیم توبه. ای خبرهات از خبر به بی خبر، توبه تو از گناه تو بدتر. کجا داری توبه میکنی؟ تو اصلا موضوع رو نمیدونی، داستان رو نمیدونی، طرح زندگی رو نمیدونی. تو رفتی در تاریکی، باید از اینجا برگردی. آنچه که تو رو در تاریکی نگه داشته این من توه. تو از خودت باید توبه کنی. حالا میخوای توبه کنی؟ میخوای برگردی؟ باید ببینیم ما از کجا میخوایم به کجا برگردیم. خب برای ما روشن شد دیگه. مولانا گفت که خداوند ما رو از هر کاری منع کرده به جز این که صورت خدا رو نگاه کنیم. صورت خدا رو نگاه کنیم یعنی چی؟ ما با چه خاصیتی در درونمون هم جنس خدا هستیم؟ فضای گشوده شده. پس هر زمان که من فضا رو باز میکنم، من دارم صورت خدا رو میبینم، من دارم توبه راستین میکنم. هر زمان که فضا رو میبندم، یعنی درون تاریکی بیرون خونه گیر افتادم، دارم قضاوت میکنم، مقاومت میکنم، ستیزه میکنم، محکوم میکنم. از من ذهنی دارم استفاده میکنم و واکنش نشون میدم. من دارم توبه‌مو میشکنم. حالا در زبان 1000 بارم بگم خب زیاد مؤثر نیست. من باید عملی کارایی بکنم. وقتی من در هر کاری اول با تسلیم شروع میکنم، اول این منه از کار میفته. یعنی من از اون تاریکی رو برگردوندم به سوی خانه نور و دارم اینجا میام. اینجا خدا هم دست منو میگیره، یعنی این منه خاموش میشه و اون هوشیاری حضور من که در منه میاد بالا و عمل میکنه. این خیلی فرق میکنه با توبه ذهنی. چرا ما این همه رنج داریم؟ چرا ما این همه شکست های تکراری داریم؟ جواب ساده است. وقتی من در تاریکی باشم مسلمه که 10 بار پامو میزنم به یک میزی که جلومه و نمیبینم، چون چشام نمیبینه. در تاریکی من دید درستی ندارم که هی اونجا پام میخوره به میز، پام درد میکنه، میزو مقصر میدونم. یه روز یه سنگی رو مقصر میدونم، یه روز یه آدم رو مقصر میدونم. بابا جان تو از اون تاریکی باید بلند شی. شکست های تکراری داره بهت میگه که زمان زیادی از توبه و بازگشت تو گذشته. میخوای کار خیر بکنی بدون من، میخوای عبادت کنی بدون من، میخوای شکر کنی بدون من، میخوای توبه کنی برگردی خودتو بیرون خونه بذار بیا تو. با تو نمیشه، با اون منه نمیشه. کار ما بعد از این اینه، ما در این لحظه ساکن هستیم، در حضور خدا هستیم، داریم زندگی عادی خودمونو میکنیم، اما حواسمون به این لحظه است. یه فکری، یه دردی، یه جسمی، یه باوری میاد ما رو از این لحظه ور میداره میبره به آینده یا گذشته، ما رو به واکنش میکشونه. ما هم بلند میشیم میریم.
من که اونجا رفتم در ذهن، دوباره رفتم در تاریکی. خب حالا باید چی کار کنم؟ حالا باید دوباره برگردم. این ندایی که دائم داره میگه ارجعی، به طرف من برگردید، این ارجعی برای این لحظه است، این بازگشت برای این لحظه است و این بازگشت و توبه یک باره نیست. ما بارها این کار رو انجام میدیم، هی ذهن ما رو برمیداره، با خودش میبره تاریکی. ما باید از این تاریکی توبه کنیم و برگردیم، در این لحظه بمونیم. هر کاری که شما انجام میدید، کار خوب، اسمشو بذاریم کار خوب، و باعث میشه که فضا درونتون باز بشه، یعنی شما خدا رو نگاه کنید، اون کار توبه راستینه. هر کاری که شما انجام میدید و فضای درونتون رو میبندید، دیگه خودتون میبینید، دیگه متوجه میشید، حالت خراب میشه. شما فضای درونتون رو بستید، شما دارین به چشمای شیطان نگاه میکنید، شما دارید میرید به سمت تاریکی. ما انقدر میریم به تاریکی و برمیگردیم و میریم و برمیگردیم تا بالاخره یه روزی در اینجا ثابت بشیم. اما یه نکته مهم، سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. مولانا میگه که این اشتباهات من باعث شد که من رشد کنم. اشتباهات منو به سر من نزن. اگر دیدید که شما اومدید در این لحظه ساکن شدید، توبه کردید و اینجا هستید، ذهن شما رو برداشت برد به آینده گذشته. یه من ذهنی پیرامون ما، خانواده و دوستان اومدن کاری کردن که ما واکنش نشون بدیم و برگردیم به ذهن. خودتون رو محکوم نکنید، خودتون رو ملامت نکنید. یه بچه رو نگاه کنید، وقتی تازه میخواد راه بیفته و راه رفتن رو یاد بگیره، چند بار زمین میخوره، خودش رو محکوم میکنه، اینقدر میخوره بلند میشه، میخوره بلند میشه تا بالاخره راه رفتن رو یاد میگیره. ما هم اینجوری هستیم، ما هم هی میریم تو ذهن، برمیگردیم تا بالاخره یاد میگیریم. خودتون رو ملامت نکنید، برید خودتون رو از ذهن بکشونید بیرون، بیایید در این لحظه و در حضور بمونید. اجازه ندید شما رو بکشونه. حالا کشید، خودتون رو محکوم نکنید، دوباره برگردید. اگر شما در این کار تعهد و تکرار داشته باشید و دائم نیت درونی شما فضاگشایی باشه، خب این قبوله، این خودش توبه راستینه، چون اصلا با من ذهنی شما این تعهد رو انجام ندادید که مثلا خب حالا پیش میاد بالاخره این همه سال تو من ذهنی بودید، حالا یهویی میخواید برید در حضور، خب یکم بالاخره مشکلاتی پیش میاد. در این مطلب هیچ شکی نکنید، 1 سال بعد، 2 سال بعد، حتی خودتون هم خودتون رو نمیشناسید. این همون توبه واقعیه. تمام بزرگان اومدن گفتن شما چاره‌ای ندارید، باید برگردید به عظمت خودتون. هر چی که شما میخواید در عظمت شما هست، در اصل شما هست و شما باید به گونه این بازگشت رو انجام بدید که گویا به غیر از این راهی ندارید. ما رموز مختلفی از موفقیت در زمینه بیرونی و درونی از زبان بزرگان به شما خواهیم گفت. یکی از رموز مهم موفقیت اینه که موفقیت هم بیرونی هم درونی ها، جوری برگرد که گویا جز این راهی نداری. همه راه ها بسته است، یعنی از حساب کردن رو پدرتو، مادرتو، دوستتو، پولتو، مقامتو، همسرتو، مدرکتو، این اون دست بردار. فقط رو خودت حساب کن، نه خود من ذهنی ها، خود اصیلت.
اگر به گونه‌ای برگردی که گویا راهی به جز این نداری، تمام تمرکزت روی بازگشت به اصل خودت باشه، خوش‌شگونی، خوش‌یمنی، خوش‌شانسی و امثال اینجور کلمات رو در زندگیت زیاد خواهی دید. معجزات رو زیاد خواهی دید، چون در مسیر درست داری حرکت میکنی. اما در مسئله بازگشت به این مسئله اشاره کردیم که ما باید از تاریکی بلند بشیم و بیایم در این لحظه و در حضور خدا ساکن بشیم. حالا میخوام یه داستان رو از مثنوی براتون بگم. توصیه‌ام اینه که، البته این یه توصیه است فقط، برید این داستان‌ها رو خودتون چندین ماه بخونید. در این داستان‌ها رمز و رموز زیادی هست. آدم تعجب میکنه که مولانا این همه رمز و رموز رو چطوری در یک داستان قرار داده. واقعا عجیب و غریب بوده این مولانا. من 4 تا از این نکات مهمش رو انتخاب کردم که با هم میخونیم. داستان ساده است، همتونم حتما شنیدید. یک مردی بود به نام نسوح که هم قیافه زنونه داشت و هم سیمای زنونه داشت. با لنگ خودشو میپوشند و در حمام زنانه کار میکرد. هم از این راه امرار معاش میکرد، هم هوسرانی میکرد. بارها از این کارش توبه کرده بود، ولی چون توبهش توبه نبود، نتونسته بود ثابت قدم باشه. این کاریه که ما همه میکنیم. هر کدوم از ما همین الان میدونیم که من چه اشتباهاتی دارم. منتظر چی معلوم نیست، ولی منتظریم که یه روزی من از این کاره حالا توبه کنم و برگردم. غافل از این که قانون قضا تا یه زمانی به انسان فرصت میده و بعد از اون با ضرباتی سنگین میاد و راه انسان رو میزنه. اگه فهمید همونجا قطع میشه، اگه نفهمید ضربه سنگین تر میشه، بازم سنگین تر میشه. دیگه کار به جایی میرسه که به قول مولانا در این داستان، انسان آرزو میکنه که کاش خدا منو خلق نکرده بود، مادرم منو نزاده بود. آدم یک اتفاقاتی در زندگیش میفته که از شدت سنگینی اتفاق میگه که نکنه من دارم خواب میبینم. نه بابا، همچین چیزی نمیشه، خدا کنه خواب ببینم. اینقدر ضربه سنگینه. به خاطر اینه که این ضربات سنگین رو ما نخوریم، به خاطر این که از این آموزه ها استفاده کنیم و دیگه رنج نکشیم، من این داستان رو خیلی ساده و کوتاه خدمتتون عرض میکنم. یه روز که نسوح داشت کار میکرد، دختر امیر اون منطقه میاد به حمام با خدمتکاراش و در حمام نگینی، حالا مرواریدی، هر چیز گران قیمتی از گوشواره این گم میشه. هر چی میگردن پیدا نمی کنن. یه چیز گران بهاش بالاخره گم شده دیگه. شروع میکنن به گشتن و پیدا نمی کنن. درها رو میبندن، سوراخ سنبه ها رو میگردن و پیدا نمی کنن. بعد میگن که ما قراره آدم ها رو بگردیم. خب آدم ها رو بگردن که این آقای نسوح که مرده مشخص میشه دیگه. نسوح ترس برش میداره. از اینجا به بعدشو مولانا از زبون نسوح داره صحبت میکنه. میگه که پیش چشم خیش او میدید مرگ، رفت و میلرزید او مانند برگ. گفت یا رب بارها برگشتم، توبه ها و عهدها بشکستم. کردم آنها که از من می سزید، تا چنین سیل سیاهی در رسید. نوبت جستن اگر در من رسد، وه که جان من چه سختی ها کشد. کاشکی مادر نزادی من مرا، یا مرا شیری بخوردی در چرا.
گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من ز هر ناکردنی. وقتی مشخص شد که قرار همه رو بگردن، این نسو شروع کرد به ترسیدن. با این داستان کار داریم، ما دقت کنید لطفاً. این اتفاقاتیه که سر ما هم میاد، ما هم تعلل میکنیم تا جایی که قانون قضا میاد یقه ما رو میگیره. اونجا یاد خدا میافتیم، خدایا من توبه کردم، این دفعه دست منو بگیر، دیگه از این کارا نمی کنم. غافل از این که من دارم حرف میزنم، من عمل نمی کنم، من فقط دارم حرف میزنم. ما تو تاریکی من ذهنی یک تصویری از خدا در خودمون ساختیم. فکر میکنیم خدا رو میتونیم قانع کنیم، یا کلاه سرش بذاریم، یا دلش رو به رحم بیاریم. میشینیم با خدا حرف میزنیم، این کار رو بکن، اینجوری بکن. در عمل هیچ کاری نمی کنیم، ما فقط حرف میزنیم. این نسو هم نشسته داره حرف میزنه، به جای اینکه توبه حقیقی کنه برگرده داره حرف میزنه. نتیجه این حرف زدنش این شد که هیچ تأثیری نداشت. این همه حرف زد، التماس کرد به خدا، جواب نداد. چرا جواب نداد؟ خدمتکارای این دختر پادشاه اومدن گفتن که نسو خان، همه رو گشتیم، الان نوبت توه، تو رو هم باید بگردیم. اینم اگر بدونن مرده، همونجا سنگسارش میکنن. از ترس داره به خودش میلرزه. دیدین در اون بیت چی گفت؟ از شدت ترس کاشکی مادر نزادی من مرا. اگر ما تعلل کنیم در انداختن این من، حتما به این ترس ها و به این رنج ها خواهیم رسید. درس اولی که ما باید از این داستان بگیریم اینی که تأخیر دیگه جایز نیست. من میدونم هرس دارم، باید بندازم. من میدونم غیبت میکنم، باید بندازم. نمیشه من برم خونه عمه کوکبیناها 4 ساعت غیبت کنم، بعد بیام خدایا من توبه کردم، ببخشید غیبت کردم، و بعد 2 روز بعد دوباره بیام همین کار رو تکرار کنم. دست از این کارهای سطحی و بچگانه باید برداریم. شما میبینید که مشکل دارید، همین مشکل رو بندازید. نمیندازید، از اون ور موفقیت رو نخواین، از اون ور خدا رو نخواین. بگید خوب من در بدبختی و بیچارگی قرار زندگی کنم. اگه زندگیتون مشکل داره در یک قسمتی، اون قسمت شما من بزرگی دارید، اون باید بیفته. قبل از اینکه قانون قضا بیاد، قبل از اینکه رنج بیاد تو زندگیتون، خودتون بندازید. همین نسوح چند سال تو حموم کار میکرد، چقدر فرصت داشت توبه کنه، به کسی هم نیاز نبود چیزی بگه، توبه میکرد، نکرد، موند. کار به جایی رسید که گفت کاش که مادر منو نزاده بودی. اگه توبه نکنیم از این کارهایی که میکنیم در من ذهنی، یعنی به سوی اصل خودمون بر نگردیم، حتما به این فشارها خواهیم افتاد. این درس اول. بریم سراغ درس دوم. در این قسمت موضوعی گفته میشه که تقریبا خودشناسی حول و حوش این موضوع داره میچرخه، یعنی اینقدر مهمه. این خانمای خدمتکارا اومدن گفتن که جناب نسوح نوبت شماست. تا اینو گفتن نسوح از هوش رفت از شدت ترس. جمله را جستیم پیش آی ای نسوح، گشت بیهوش آن زمان پرید روح. همچو دیوار شکسته در فتاد، هوش و عقلش رفت شد او چون جماد. چون که هوشش رفت از تن بی امان، سر او با حق بپیوست آن زمان. چون تهی گشت و وجود او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. چون که جانش وارهید از ننگ تن، رفت شادان پیش اصل خویشتن.
خب وقتی این اتفاق افتاد، اول نسوح چیکار کرد؟ شروع کرد به حرف زدن. ما هم اینجوری هستیم، اتفاقی که میفته فوراً میریم تو تاریکی ذهن، بعد از اینجا میخوایم حرف بزنیم. نه، از اینجا دنبال راهکار میگردیم، از اینجا میخوایم توبه کنیم، از اینجا میخوایم شکر کنیم، از اینجا میخوایم دعا کنیم. قبول نشد این کارهایی که نسوح کرد، قبول نشد چون ذهنی بود. ولی هم نسوح، هم شما و هم همه انسان ها در درونتون یه خاصیتی دارید که خداگونه است. این من نباشه، اون خاصیت خداگونه بالا میاد. میگه که این اتفاق که افتاد و خانوما از نسوح خواستن که لنگشو بندازه که اینو بگردن، نسوح از شدت ترس بیهوش شد، یعنی منش رو از دست داد، هوش از سرش رفت. خب من نباشه چی میشه؟ بلافاصله اتصال برقرار میشه، بلافاصله آمین گفته شد، بلافاصله اجابت شد، چون من دیگه نیست. چون خیلی موضوع ساده‌ایه ها، با من نمیشه رفت سوی خدا. دفعه پیش گفتیم که هر وقت با خدا کار دارید، هر وقت با اصل خودتون کار دارید، هر وقت میخواید به اصل خودتون برگردید، اون بیرون خودتون رو بندازید. به شما محترمانه میگم بندازید. اونجا که به خودم گفتم خیلی هم سخت بود هم سنگین بود. به خودم گفتم که مثلا شادی خانم هر چی میدونی بنداز تو دستشویی. به شما نمیگم، به خودم میگم اینو. هر دانش ذهنی خوب یا بدی که داری، اسمش معنویه، اسمش مادیه، هر چی که هست بنداز بیرون. اینا تو نیستی. بدون اینا باید بیایی، بدون من باید بیایی. این که بزرگان به ما میگن هر کاری رو میکنید بدون من انجام بدید، دلیل مهمی داره. این من آدرس نور رو بلد نیست، این من در تاریکیه، از جنس شیطانه، اصلا آدرس سعادت و خوشبختی و عشق و شادی و آرامش و بقیه مسائل خوب رو نمیدونه که. ما گمان میکنیم من این منو نگه دارم، اگه فلان ماشینو بخرم زندگیم درست میشه. این همسرم الان همسر خوبی نیست، اینو بندازم بره بیرون، یه همسر دیگه بگیرم درست میشه. بابا جان، این منو داری تو هنوز. مشکل تو این منه. تا این من هست تو همیشه مشکل خواهی داشت. شما باید توبه رو یه جوری انجام بدید که این من ضعیف بشه، نه اینکه ما تو این کار معنوی حالا مثلا توبه یه کاری بکنیم که این من بزرگ بشه. وقتی به یک نفر میگی که آقا سلام علیکم، من امروز نیاز دارم، همسرم مثلا بیمارستانه، یه 10,000 تومان به من قرض بده. خب من قبلش توبه کردم از این که به دیگران رو بزنم برای پول. این توبه ها از همون توبه هاییه که اینجا نسوح هم کرده بود زی زمانی، ولی به محض این که منش افتاد اتصال برقرار شد. بعد از آن خوفی هلاک جان بوده، مژده ها آمد که اینک گم شده. بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گمگشته آن در یتیم. آن نسوح رفته باز آمد به خویش، دید چشمش تابش 100 روز پیش. می حلالت خواست از وی هر کسی، بوسه می دادند بر دستش بسی. بعد از اینکه اتصال نسوح برقرار شد، یعنی بدون من رفت پیش خدا، بلافاصله اجابت شد. خبر اومد که اون دور پیدا شد. همه ما شنیدیم که در زندگی بعضی افراد معجزه های بزرگی رخ میده. معجزات زمانی رخ میده که منه نباشه. وقتی من نباشه بلافاصله اون وجود اصلی که همیشه در ماست میاد بالا. این وجود اصلی که در وحدت با خداست برای این ناممکن وجود نداره.
پس اگر امروز شما بیماری دارید که فکر میکنید درست نمیشه، وضعیت مالی خرابی دارید که فکر میکنید درست نمیشه و راه حلی نداره، با همسرتون چالش دارید فکر میکنید این دیگه راه حلی نداره، هر مشکلی که دارید که فکر میکنید در اون قسمت به بنبست رسیدید، به خاطر وجود این منه. بیهوش بشید، بدون من بشید، بکشید کنار، از سر راه خودتون برید کنار. اگر این اتفاق در شما بیفته، هر چی ناممکنه ممکن میشه. در مورد نسوح هم این اتفاق افتاد و اون دور پیدا شد و نسوح به خودش اومد. بعد جالبش اینجاست وقتی شما برمیگردید به سوی خدا، خدا چنان برخوردی با شما میکنه که خودتون انگشت به دهن میمونید. حالا نسویی که مجرمه همه اومدن دستشو میبوسن، ازش حلالیت میخوان. گفت بود فضل خدای دادگر، ور نزان چم گفته شد هستم بتر. چه حلالی خواست می باید ز من، که منم مجرمتر اهل زمن. کس چه می داند ز من جز اندکی، از هزاران جرم و بد فعلم یکی. من همی دانم و آن ستار من، جرم ها و زشتی کردار من. باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد. هر چه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. وقتی شما به صورت جدی برمیگردید، حالا از نظر شما یا من حسادت زیاد مهم نیست، یه دونه حسادت رو مثال میزنیم، ما پیدا میکنیم و از این توبه میکنیم. به این میگن بازگشت بدون حس معامله. وقتی شما برمیگردید چنان برخوردی خدا با شما میکنه و شما در پیرامونتون میبینید که انگشت به دهن میمونید. قضیه ساده است، شما بعد از سالها دارید به قصر پادشاهی برمیگردید. مطمئناً پادشاه که عاشق شماست با شما برخورد عاشقانه‌ای خواهد داشت، برخوردی با کرم خواهد داشت. اینجا یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که منی که هزاران مشکل دارم مشکلاتم رو حل نکنم؟ جواب: تا حالا حل کردی چی کار کردی؟ منظور این نیست که دنبال حل مشکلات نباشیم، منظور اینه که از راه درست بریم جلو. چرا مشکل پیش اومده؟ این یه سواله که باید جواب بدیم. ریشه اون مشکل در درون ماه، اون ریشه رو حل کن، خواهی دید مشکلم حل میشه. پس تمام گرفتاری های ما به خاطر این منهایی که درونمون هست. از هر کدوم آزاد میشیم، خداوند با کرم بیشتری با ما برخورد میکنه، چون فضا درون ما باز میشه. نسوح وقتی برگشت چنان برخوردی با این شد که خودش تعجب کرد. میگه بابا من که میدونم که هستم. میگه از من گناهکارتر که وجود نداره، که فقط خدا میدونه من کیم و چیم، ولی روشو پوشونده. نه تنها روشو پوشونده، جوری با من برخورد کرد. این برخورد رو با همه ما میکنه خداوند. جوری با ما برخورد میکنه که گویا درون ایامی که من غیبت میکردم، تهمت میزدم، دروغ میگفتم و کارهای ذهنی میکردم، انگار همش داشتم عبادت میکردم. یعنی سیئاتم رو به عباداتم انگاری تبدیل میکنه. یعنی جوری با شما برخورد میکنه که انگار گذشته شما و گذشته تاریک شما اصلا نبوده. شما از اول در نور بودین.
اینجور با شما برخورد میکنه. حالا من چنین خدایی رو چرا به سمتش بر نگردم؟ چرا بمونم تو تاریکی های من ذهنی؟ چون فریب میخورم، چون من میدانم دارم، من میدونم این راه رو باید اینجوری برم من میدونم، مولانا نمیدونه که به خاطر این من میدانم ها، به خاطر این منیت ها و غرور ها موندیم تو تاریکی و قصد برگشت نداریم. ولی کسانی که فروتنی میکنن مثل شما و برمیگردید بدون حس معامله، حتما این برخورد رو از خدا خواهید دید، حتما انگشت به دهن خواهید ماند و حتما اون بیت مهم که الان خواهم خوند رو هم خواهید گفت. نصوح در پایان میگه که در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. در این هیچ شکی نکنید اگر برگردید این اتفاق برای شما هم میفته. میگه که مشکلات یه جوری اومدن دست به دست هم دادن که حتی تعادل روانی شما رو به هم زدن. نمیدونید باید چی کار کنید. اینجا همون قهر چاهیه که در اثر منها به وجود اومده. شروع میکنید به انداختن این منها. کاری با شما میکنه که قطعاً در این جهان نمی گنجید. اگر ناشکر نباشید اون اتفاق در شما بیشتر هم خواهد شد و نهایتاً خداوند با شما جوری برخورد میکنه که همین حرفی که مولانا الان میگه رو بارها خواهید گفت. بعد از این که نصوح اون اتفاقا براش میفته میگه که آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. به محض این که من افتاد غم ها هم رفت. هر جا غمی دارید نشانه منه، اینم یه علامت. بعد از این اتفاقات دختر پادشاه میره حموم، میبینه نصوح نیست، میپرسه کجاست؟ میگن که دیگه نمیاد و کار نمیکنه. پیغام میده که کجایی؟ میگه من دیگه کار نمیکنم. بعد از آن مهنت چرا بار دگر پا رود سوی خطر الا که خر. بعد از این همه مشکلاتی که من کشیدم و برگشتم به سوی خدا، چرا باید دوباره برگردم مگر این که من ذهنی باشم، در من ذهنی. خب نکته آخر این درس اینه که مهم خود بازگشت نیست، مهم نگه داشتن بازگشته. وقتی شما میخواید برگردید اینجاشو دقت کنید ها، تاریکی میاد چنان پیشنهادهایی بهتون میده که شما گمان میکنید که کار تموم شده و درست شد همه چی. مثلا شما دختر خانومی هستید، مجردم هستید، میایید رو خودتون با این آموزه ها کار میکنید. ببینید با نصوح چی کار کرد. اون خانومه خودش به نصوح پیام میفرسته که من میخوام حموم منو بشوری. نصوح هم جوان بود، سالم بود، حتما باید وسوسه میشد دیگه، ولی توبه رو نگه داشت. حالا شما هم میبینید که 2 نفر 3 نفر 5 نفر هی دارن اینجوری میان و به شما پیشنهاد میدن. اینا شخص زندگی شما نیستن، اینا رو تاریکی فرستاده تا شما رو منحرف کنه. مثلا یه جایی وضعیت مالیتون خراب شده، اومدید دنبال این آموزه ها، دارید رو خودتون کار میکنید، میبینید که یک در حرام به روی شما باز شد که یک بله بگید میلیاردی سود میکنید. اون مال شما نیست، اونا رو تاریکی آورده که راه شما رو بزنه که از این توبه برگردید. راه درست که نمیاد راه حرام باشه، که راهی باشه که شما رو به رنج بندازه. اینها رو باید شناسایی کنید و برای شناسایی اینها عجله نکنید. اگر رو خودتون کار کنید و این اتصال در شما برقرار بشه، خود زندگی میدونه چجوری با شما صحبت کنه و به شما نشون بده که مثلا این شخص همون شخص زندگی شماه، این کاریه که باید شما انجام بدید، یا این مهاجرتیه که مناسب شماه. غیر از این که از درون مطالب براتون باز بشه، به هیچ وجه وارد بازی های من ذهنی نشید.
و یه مطلب دیگه که خواستم نظر شما رو بدونم اینه که دوستان به من میگن که ویدیوها رو کوتاه بساز، در حد 5 دقیقه یا 10 دقیقه. میخواستم نظر شما رو بدونم، لطفاً تو کامنت ها برای من بگید که ویدیوها رو در این حد نگه دارم یا مدت زمانش رو کوتاه تر کنم. خیلی ممنون از همراهی شما. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و در پناه خداوند. خدا نگهدارتون.